دوستان، تفاوت بین کرم مرطوب کننده و نرم کننده رو پرسیدین که با توجه به اسم خودش مشخصه که کرم های مرطوب کننده رطوبت رو در پوست نگه میداره، باعث جلوگیری از خشکی میشه. کرم های نرم کننده یه لایه نرمی به پوستتون میده و این هم تا حدودی آب پوست رو نگه میداره و از خشکی پوست جلوگیری میکنه. میشه گفت که استفاده از هر دوی این برای رطوبت رسانی پوست عالی. اما اینکه کرم آبرسان که متفاوت‌تر از کرم نرم کننده و کرم مرطوب کننده است، حتما کسایی که از کرم های آبرسان استفاده میکنن روی لایه بعدی که میخوان بزنن روی آبرسان کرم مرطوب کننده است. حتما باید بذارن اون رطوبت داخل پوست بمونه و تاثیرات خودشو داشته باشه. کرم آبرسان نیاز داره آبی رو جذب کنه تا بتونه اون کار رو انجام بده و آبرسانی پوستتون رو داشته باشه. شما اگر از کرم مرطوب کننده روی آبرسان استفاده نکنین، آب پوستتون تبخیر میشه و این میتونه آسیب جدی‌تری به شما وارد کنه.